سلام رفقا، خیلی خوش اومدیم به این ویدیو. من سینا هستم با فروشگاه محصولات زناشویی رویا شب در خدمتتونیم. اومدیم با معرفی کاندوم ژاپنی ساگامی. بچه‌ها میخوایم با هم بررسیش کنیم ببینیم دلیل گرون بودن این کاندوم چیه. آخه دونه 130,000 تومان. دلیلش چیه که اینقدر گرونه؟ کاندوم ساگامی ساخت کشور ژاپنه و توی مالزی داره تولید میشه، ولی تحت لیسانس خود کشور ژاپنه. و دلیلش چیه بچه‌ها؟ که فرقش با این کاندوم کودکسی که داره ایران میزنه، خدا تومن قیمتش، این 10 تاییش 70 80 90,000 تومانه و این دونه ای یه چیز اولش 120,000 تومان داره به فروش میره. دلیل اصلیش اینه که کاندوم‌های ژاپنی نازکترین و همینطور مقاومترین کاندوم جهانه. برای چی؟ برای اینکه جنسش پلیورتانه. بچه جنس اینا لاتکسه، جنس این پلیورتانه و همین پلیورتان باعث شده که بتونه اینقدر نازک باشه، در عین حال که نازکه بتونه این مقدار مقاومت داشته باشه و اصلا یه کاندومیه که پاره نمیشه. باور کنین که پاره نمیشه این کاندوم. بسته‌های دوتایی و چهارتاییش هم هست توی بازار و سایزهای مختلف. این سایز لارجشه دست منه، ولی ایکس لارج و سایزهای دیگه هم داره که توی بازار ایران تا جایی که من اطلاع دارم فعلا فقط لارجش موجوده و مدل‌های دیگه‌اش نیستش. خب من از قبل بچه‌ها یه دونه از کاندوم‌های ساگامی رو باز کردم، بریم که بهتون نشون بدمش. این کاندوم ساگامی ژاپنیه. یه چیز خیلی مهمی هم که بهتون بگم بچه‌ها، این کاندوم اصلا بو نداره. اگه دقت کنین لاتکس ها رو که باز می‌کنین، کاندوم‌های کودکس یا مدل‌های دیگر رو، یه بوی لاتکس داره که خیلی بعضیا رو آزار میده همین بو، ولی این اصلا هیچ بویی نداره، هیچ، مطلقاً صفر. و همینطور که می‌بینین فوق‌العاده نازکه، فوق‌العاده نازکه. به به، از قدیم گفتن اصلا همه چی ژاپنیش خوبه. ببین این تو دست من الان دارم نهایت زورمو میزنم. این دو طرفشو بگیریم، نهایت زور، ولی این آقا پاره نمیشه. الکی زور نزن. برای همین انقدر گرونه دیگه، برای همینه. پیشنهاد میکنم حتما ازش یک بارم که شده استفاده کن. فوق العاده است دیگه، سمت هیچ کاندوم دیگه ای نمیری. خیلی خوشحالم که ویدیو رو تا انتها نگاه کردین. حتما کانال منو سابسکرایب کنین و اگه میخوای با دنیای محصولات زناشویی آشنا بشی و اطلاعاتتو بالا ببری، حتما ما رو دنبال کن. شبهاتون رویایی.